سلام دوستان، خوش اومدید به قسمت اول گلگیری از زبان بدن. خب اینجا گل میره دست این دوستمون و دستشو خیلی آروم میکشه. دلیل اینکه یه شخص آروم یا تند دستشو میکشه استرسیه که داره. اینجا بیقراره، نمیدونه باید کجا رو نگاه کنه که چجوری طبیعی جلوه بده. اینا همش نشونه استرس داشتنه. میبینید میره پایین میاد بالا، چپ رو نگاه میکنه، راست رو نگاه میکنه، اینور به دوربین نگاه میکنه. اینا نشونه بیقرار بودن شخصه. دلیلش هم فقط همون استرسیه که گل اومده دستش، میخواد اونو طبیعی جلوه بده. همچنان داره کابل رو میگیره. میریم سراغ خط گرفتن. یکی از دلایل این که طرف استرس داره و نمیدونه چجوری باید طبیعی جلوه بده اینه که موقعی که داره خط میگیره نمیدونه الان باید سریع بیاره پایین یا آروم بیاره پایین. همونطور که دقت میکنید خیلی آروم دستشو میاره پایین. تغییر حالت دست این یه نکته‌ایه که 100% طرف میتونه بگه حتی گل داره، 95% گل داره. دستی هم که تغییرش بازتره راحت تره گل داره. آخرش هم که گل رو تقدیم میکنه.